مرا به دست آورده. چند بار عاشق شد خودش زاهره جان؟ آمد ظاهر عاشق ناجیه شد. خانم اول شد؟ خانم اولش. ما ناجیه و مادر ناجیه بیبی خورد نام داشت. بسیار از فامیل فوق العاده خوب بودن و بابی ناجیه یک تاجر بسیار کلان بود. زمان خان لغمانی بود ناجیه؟ نه از کابل بودن. در روبروی خانه ما خانهشان بود. بازی رفت عاشق دختر همسایه شد. باز ما با برادر ناجیه جان سمی جان آمده بود از سوئیس. زن خدا آورده بود و ایره آرسی در هتل کابل کردن. باز ما و زلمه و تور و مادرم و بلقیس جان اینا رفتیم بر آرسیشان. در اینجا ناجیه جان تور کیست؟ تور آمد ظاهر. نام خانگی تور میگفتیمش. در آمد ظاهر رفتیم اونجا و در آرسی گفتم برات که بویم امرای مادر ناجیه جان بسیار دوست بود. می آمدن خانه ما خانه از اونا می رفتیم. در اینجا بر دفعه اول من ناجیه جان دیدم که ناجیه جان ناجیه جان کلان دیدم که یک پیرن مقبول زرد همین خانمش یک پیرن مقبول زرد دارسی برادر خود پوشیده بود. یک گل زرد هم هنوز دیگه نگرفت آمد ظاهره؟ نه نمیش چی نبودن، عاشق یکی دیگه نبودن. امی زلمه بعد دیدین در افغانستان خب باز میان خش قومای داماد میان در میزا پرسان میکنن که چیز کار دارین سلام علیکی میکنن اینا. ناجک در میز ما آمد. وقتی که از میز ما رفت زلمه روی خود طرف آمد ظاهر کرد. گفت که آمد ظاهر این میره بگی. آمد ظاهر دیگه در اوج شهرت است. دیگه اوج شهرت است. گفت که آمد ظاهر میره بگی. دوست دختر نداشت دیگه؟ آمد ظاهر دوست دختر دیگه نداشت؟ نه هیچ نداشت. گفت که آمد ظاهر این میره چقدر مقبول است. این میره بگی. آمد ظاهر اونمونجا با ناجیه علاقه پیدا کرد. اونمونجا متوجه ناجیه شد. باز یک من گفته که لاتری میبرم هشدار احمد ظاهر. باز چند ماه بعد بر مادرم گفت که برین طلبگاری پیشنهاد بر مادر ناجیه. باز اونمو بود که ناجیه را ما طلبگاری کردیم و ناجیه را گرفت. چه مدت دوام کرد ازدواج احمد ظاهر با ناجیه؟ ناجیه متاسفانه با عشق و علاقی که احمد ظاهر و ناجیه داشت زندگیشان از بین پاشیده شد. برای که ناجیه بایی که بی اندازه دختر خوب بود، فوق العاده مهربان بود، فوق العاده دختر نازنین بود. اینقدر احمد ظاهر دوست داشت که برش مشکل بود که دیگرها احمد ظاهر توصیف کنن و خوش داشته باشن و قدر کنن. حسود بود. حسادت ناجیه باعث خرابی زندگی احمد ظاهر شد. وقتی که احمد ظاهر گفت که یا مرا انتخاب کو یا موسیقی تا دیگه موسیقی نکو. بچه و دختر چیز داشت؟ رشاد جان پیدا شده بود. رشاد جان بچهش مادر رشاد جان است. رشاد جان پیدا شده بود. احمد ظاهر بسیار زیاد کوشش کرد که امو کار را که ناجیه میخواه بکنه لکن نتانست. پیش از